زمین و تقسیم آن در منطقه کولاب داغ است. اما اداره زمین در اینجا با نارسایی متخصصان روبرو است. از معاون رئیس گرفته تا کارگران عادی. مقامات میگویند برای جلب متخصصان هر 3 ماه آزمون میگذرانند ولی مشکل حل نمی شود. این موین کمیته اداره میگفتن که کولر چندی متخصص را دعوت میکنیم که از ما معقول که من وضعیت متخصص با قوت ندارم در هر چینکوی نظارتی میشود خیلی رئیس کمیته زمین چینک میبرم. هر سال 10 نفر دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و در کولاب دانشگاه اینواتسی را ختم میکنند. رئیس اداره زمین در منطقه میگوید که آنها برای کار کردن نمی آیند. از همین سببه که همین دانشگاه مدرن دانشگاه اگراری جمهوری ترکستان داره فاکولته زمین سازی یا موزی همین شهر کولاب در فاکولته داره همین خیلی که میخونن بود میکنن کار نمیکنن مثلا جماعت ما عموما نیست جماعت زمین ساز نیست. دلشاد سیدزاده میگوید اگر متخصصی هم پیدا شود تا 3 ماه کار میکند و تمام. سپس از اداره زمین به نهاد دیگر میگذرد. ما تلاش کردیم با چند متخصص ساحه زمین به ویژه جوانان در این باره گپ زنیم. بعضی از آنها به طور آشکار صحبت نکردند. چندی هم معاش کم و از طرف دیگر بازداشت‌های پیهم مسئولان اداره زمین را در گوشه‌های تاجیکستان نمونه آوردند. فروش و استفاده غیرقانونی زمین را در تاجیکستان یک درد بی‌دوا می‌نامند. در تاجیکستان همه ساله چند منصبدار برای تقسیم ناعادلانه یا فروش غیرقانونی زمین بازداشت و زندانی می‌شوند. نمایندگان اداره زمین در کولاب می‌گویند چنین موردها برای جلب متخصصان بی تأثیر نمی‌ماند.